رو تکفیر میکنن. گفتن باید همون شخص رو در تنهایی باید تکفیر کنن. گفتن هم خیلی چی کردن؟ گفتن نادرست است. مقصد در نزد خلق تکفیر کردن مشرک رو باید همون شخص رو در تنهایی تکفیر کند. وقتی که قبول نکردن بعد در مقصد نزد بسیاری تکفیر کنن. گفتن همین خیلی سوال دادم. محمد بارک الله فیک، آیا گفتن که ما کرا یگان نفر مثال آوردن که ما باید پنهانی تکفیر میکردیم و آشکار تکفیر کردیم؟ مثال آوردن. مقصد گفتم که مقصد نه حاجی میرزا را گفتم که فهمو میکروفون خاموش میکرد. ما منهج اهل سنت در همین مسئله میگیم. ببینید ای مردم، ای مسلمان ها، بالاخره یک کمی به سوی علم، به سوی فهم بیاید. ما یک سخن 100 بار نه 200 بار نه به خاطر شما 10,000 بار تکرار کردن با راضی هستیم. برای ما مشکلی نیست. ما برای شما منت نمیکنیم. ای مردم، ما به شما منت نمیکنیم. نمیگویم که ما این هستیم شما این هستید، شما این هستید ما این هستیم، ما کردیم نکردید. نه، یک چیز میگیم. منهج یک چیز است، تطبیق یک چیز است. در مسئله تکفیر منهج داریم، یک تطبیق داریم. دو، تطبیق آدم هایی که ما تکفیر میکنیم بدون ما تقسیم میشود. آدمی که کفرش ظاهر است به یوتیوب برآمده خودش ضبط کرده تسجیل کرده گذاشتگی است و همون گپش میگوید و همه را همین به دعوت میکند و ضد مسلمان ها میجنگد. تکفیر این نمود آدمه. یک آدمی که آدمی عادی است و هیچ کس وی نمیشناسد، آدمی عادی کوچنده راه میگرد، هیچ کس وی نمیشناسد، مشرک است لیکن جیم میگردد، هیچ کس دعوت نمیکند، جاهل است. اناکنون سه چیز به وجود آمد. اولا منهج چیست؟ در تکفیر منهج ما، منهج اهل سنت و الجماعه، قرآن و سنت همین است که کافر گفتن یک کس را. تکفیر یعنی کافر گفتن. تکفیر یعنی کافر گفتن یک کسی. ما میگوییم منهج به یگان آدم تعلق ندارد، یگان آدمی معین به تعلق ندارد، هیچ کس به تعلق ندارد. منهج همون چیزی که قرآن و سنت اومد. ما میگیم که الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی رو که تکفیر کردن ما میگیم. یعنی چی؟ کسی که شرک اکبر، کفر اکبر کرد، کسی که حکم به حکم غیر الله کرد، کسی که الله و رسول دشنام داد، کسی که بینماز است، کسی که مراجعت به محکمه طاغوتی میکنه، کسی که دشنام الله و رسول میکنه. انا اینها رو ما چی میگیم؟ میگیم که اینها کافر هستند، مشرک هستند. آیا یگان آدم معین گفتیم یا نگفتیم؟ نه. این منهج ما همین است. منهج که کسی که شرک اکبر و کفر اکبر کند کافر است. این به یگان کس حالی تعلق ندارد. کسی که مشرک نباشد او به ما غضب نمیکند، میگه که خیر بله کسی که مشرک شرک اکبر کرد مشرک است. میگه اناکنون منهج معروف شد. منهج این است که کسی که کفر اکبر و شرک اکبر کند کافر است، زیرا که الله تکفیر کرد، رسول الله تکفیر کرد و صحابگان تکفیر کرد. شرک اکبر و کفر اکبر با همراهی اسلام در یک جا آمدنش ناممکن است. کسی که بگوید که نه شرک، کفر و اسلام و ایمان در یک جا جمع شدنش ممکن است، بگوید اینم کفر است. این منهج است. این یگان کس به تعلق ندارد. اما مسئله دوم یک انسانی که شرک و کفر اکبر ظاهر کرد، یا شرک ظاهر، یا شرک کرد، یا کفر کرد و همین چیزا آشکار کرد، در بین مردم کرد، به ملال همین کار میکند و خودش حق میگه. بعدا در این کار البته رهبر دولت، البته جمعی مقامات هایی که همیشه شب روز برای آسودگی این مردم دستیاری دراز میکنند و همچنان پیشنهادهای نیک میکنند. خدای مهربان تنشون صحت، ایمانشون باز هم کامل و خاتمهشون بخیر و در این کار ثواب الله مهربان در نامه اعمالشون اجر نویسنده می‌کنه. بر یک رهبر است، رسول الله صلی الله علیه و سلم. فکر باشه که شرک رهبری بسیار خطرناک است. رهبر یک رهبر است، رسول صلی الله علیه و سلم. به غیر از رسول صلی الله علیه و سلم هیچ رهبری نمیتواند درست باشد. و این عصر فتنه، او رهبری که نماز نمیخواند، رهبری که کلمه خود را مفهوم کلمه خود را یاد ندارد، رهبری که طاغوت را نمیفهمد که چی معنا، دور رهبر بگیری
شرم باد بر تو، شرم باد بر تو کسی که رسول الله را رهبر نمیگیری، نه کسی را رهبر میگی که عمرش در قتل و غارت و رشوه و دروغ و فریب و چل و نیرنگ و قتل و قتال رد شده، او را رهبر میگیری. شرم باد بر تو، شرم باد بر تو کسی که رسول الله را رهبر نمیگیری، نه کسی را رهبر میگی که عمرش در قتل و غارت و رشوه و دروغ و فریب و چل و نیرنگ. این باید در بین مردم تکفیر کرده شود. این منهج است، منهج همین که انکار المنکر قاعده های خود دارد. منکر اگر آشکار باشد آشکار رد میزنید، منکر اگر پنهان باشد پنهان رد میزنید. آخر یک نفر برآید و بگوید که الله در بالای آسمان نیست، الله در زمین و در درون مردم آمیخته است، بگوید ویدیو به هم نکرده گذارد، من وی رفته گوشش به امر معرفی کنم، چیکار بکنم؟ منهج پیامبر صلی الله علیه و آله نگذاشتن مگر؟ ویدیو کرد، ویدیوش به ویدیو میکنه. برآمد در بالای منبر بین مردم به هزار کس بگفت که وقتی که به حج رفتید به قبر نزد قبر پیامبر روید و ای پیامبر مرا چی کنید؟ شفاعت کنید. شرک اکبر در بین مردم خودش به میکروفون گفته شده است، حکم خودش در بین مردم خودش کرد. از این مراد که ما هم در بین مردم میگیم که کافر مشرک است. به مانند حکمت الله کتاب نویس، جوشن امام شمشیری برون از اول تا آخرش کتاب شرکی کفری است. کسی که این کتاب قبول بکنه درست بگه کافر است. در کتابش تمام شرکیات کفریات نوشت و به ملال آشکار برفت. ما چیکار کنیم؟ ما رفته سری قبرش به وی بگیم که تو مشرک هستی، به گوشی بگیم، به گوشی بگیم. کتاب نوشت، به کتابش کتاب بنویسیم و در بین مردم میگه. او مولوی معین الدین گفت که مولوی معین الدین میبرد در بین مردم در نماز جمعه میگه که اشاره کردم در کدام جمعه ما و شما بعد اینکه زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنیم مستحب است که 3 بار طلب کنیم که اسألک الشفاعت یا رسول الله، اسألک الشفاعت یا رسول الله، اسألک الشفاعت یا رسول الله. از قبر پیامبر طلب دعا کنید، بگوید که اسألک الشفاعت یا رسول الله. در بین مردم شرک اکبر دعوت میکنه، کافر است. یک حاکم به مانند حاکم جمهوری تاجیکستان پرزیدنت میگه جنوب عالی خرکله می برایت خودش مسلمان میگه آشکار واضح به حکم غیر الله حکم میکنه. یک گروه معدود زنان و دختران دینداری را نه در باطن بلکه در ظاهر تصور کرده با پوشیدن لباسهای سیاه و تاریک ارزش‌های فرهنگ ملی ما را پایمال و فضای معنوی جامعه را تیره ساخته ایستادند. حالانکه خدا را با عقل میشناسند و با قلب میپرستند، نه با سر و لباس و ستر و حجاب و سلا و ریش. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما تنها نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان طی یک نشست خبری در استانبول ترکیه منع ریش در کشور را تصدیق کرد. این کافر است، آشکار است کفرش. ما اینا بنامش تکفیر میکنیم. یا حاکم یا علمای طاغوتی که طرفداری همین ها میکنند و اهل توحید گمراه میگن، آشکار بنامشون تکفیر میکنیم. اما دیگر آدم های عادی ما از کجا میشناسیم نامی او را ما بگیریم؟ آیا من هر یک درون کوچه دوشنبه بگشتم که 82 به این است، قربالا به این است، صدبرگ به این است، سخاوت به این در است، هیکل تگی بوت سامانی به این است، گفتم من نامی هر کس گرفتیم. ما کی نامی هر کس میگیره؟ ما نامی بعضی از خیش و تبار ما فراموش کردیم. اینقدر این گمراه ها ما را از تاجیکستان دور کردن که ما از نام مردم از کجا میدیم؟ ما همین آدم ها رو مشهور تکفیر کردیم. این منهج است که کسی که مشهور باشد کفر شرکش آشکار کفر شرک کند آشکار تکفیر میکنه. کسی که پنهانی کند پنهانی تکفیر میکنه. چقدر طالبین های بودن که ما میشناختیم کفر شرکشون میدونستیم، لیکن ظاهر نکرده بودن، جیم آرام میگشتیم. بعد از این آمدن دو طرفدار حزبی شدن، آشکار شدن، آشکار تکفیر کردیم. این منهج است. برای همین میگیم که کسی که همین سخن به شما گفته است خطا کرده است، ناانصافی کرده است، ناانصافی کرده است. ما امروز یک چند آدم ها را میدونیم که کافر است، مشرک است، در تاجیکستان است، لیکن یک آدم عادی است. برآمده نگفتیم که در بین مردم. آخر چی فایده دارد به مردم؟
یک انسان بوده است نامش قشقربای در فلان دهه کافر است، گم به مردم چی فایده دارد این چیز؟ مردم میگن خیر قشقربای بوده است، به ما چی؟ قشقربای جیم آرام گشت است، هیچ کس دعوت ندارد، هیچ کس نمیشناسد. این ما این کار نکردیم، ما همون آدما را تکفیر کردیم که برآمده مردم گمراه کرده ایستادیم. حاجی میرزا یا حکومت طاغوتی یا همین بنام مینیسه این آنه که شب روز مسلمان ها را برده قوه میکنه، یا این کسایی که به سوی شرک دعوت میکنه، شرکشون آشکار است. پیش اینها را نگیرید اسلام چه خیلی میرسونید، اینها را مشرک بودنش نفهمونید. از ما سوال میکنن که انمی ملای معروف ترین به تاجیکستان است، الله در بالای آسمان نیست میگه. شما میگید که الله در بالای آسمان است، چی میگید؟ ما چی گوییم؟ از نظر قرآن میگیم که این آدم الله رسول تکذیب کرد، این کافر مشرک است. اگر همین گپ نگویم ما دویم گپ باید بگویم. بسیاری حزبیان میگن که خیر یک برادر مسلمانی ما است. اگر برادر مسلمانی ما است از این عبارت که درست است که الله هم در بالا است هم در پایان است، اعوذ بالله کفر است. کسی که این سخن میگه کفر است. بالاخره همین تکفیر کردن منهج دارد، این تکفیر کردن علم میخواهد. این دین علم است. این دین هم تو لبی جوی تاجیکی به شیشته خود به خود عالم نمیشه، آموختن لازم است، شب و روز مشقت میخواهد. بعد از این چیزها رو میفهم. بارک الله فیکم برادر. انا من جواب براش بگید ان شاء الله. استاد جان همین